بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت ما میاییم طرف انتقالی بین شعبات. این مربوط مالتیپل برانچ باشه. درست است؟ اما سافتویر که از پریمیوم ورژن استفاده میکنه که دو مالتیپل برانچ باشه، مالتیپل شعبات باشه، باز اونا میتونه که از همین آپشن برشان فعال است. خب منتقل شده به این شعبه، منتقل شده از این شعبه. مثلا شما دو برانچ دارین، از یک برانچ یکم اجناستان روان میکنیم به برانچ دیگه. درست است؟ آسان است، بسیار آسان است. خب علی ما در اینجا برانچ های دیگه نداریم. خب ما فقط طریقش برات تشریح میکنیم. کدام جنس است؟ مثلا الوکوزه انرژی به کدام به خب منتقل شده از این برانچ. یک بار این را بر تشریح میکنیم که شما از این برانچ تان انتقال میکنین. خب کدام جنس انتقال میکنین؟ الوکوزه انرژی. از کجا در کجا هسته؟ فقط ما در دکان داریم. خب واحدش کارتن انتقال میکنین یا دانگی؟ مثلا کارتن تعداد چند کارتن؟ مثلا 100 کارتن. با کدام برانچ؟ مثلا به شرکت وارسا، به برانچ شرکت وارسا ما انتقال میکنیم. با کدام گدامشان؟ در این قسمت گدامشان میاد، اگر اونجا گدام ثبت بود. درست است؟ باز انتقال میشه. تفصیل انتقالش در این قسمت نوشته میکنین. درست است؟ باز راپورشان هم در این قسمت بر شما میه. استاکتان کم میشه، در ریپورت های درج میشه، در بخش گزارش ها باز میخوانیم. درست است؟ انتقالی جدید به این شبه، مثلا از کدام برانچ دیگه ترانسفری آمده به برانچ شرکت تان، با برانچ تان باز انتقالی جدید به این شبه کلیک میکنیم. این جنس انتخاب میکنیم. درست است؟ الکوزه انرژی با کدام گدام شما میمانیم؟ در گدام کارتای 3. درست است؟ با کدام واحد کارتن؟ چند دانه آمده؟ 100 دانه آمده. از کدام برانچ آمده؟ از شرکت وارسا آمده. از شرکت وارسا کدام گدام آمده؟ مثلا ما برانچ کابل انتخاب میکنیم، از اونا برانچ کارتای 3 آمده، از گدام کارتای 3 آمده. تفصیل نوشته میکنیم، بس ثبت میکنیم. درست است؟ دستاکتان هم جنس اضافه میشه. خب